تکفیلتاب پهن. خب نقابم به این میگن گاهی موقع ها، تک چون خورده نقابم میگن. پشت کارمونو از خط محل جیبمون 1 سانت پایین باقیش به سمت پهلو یه لایی میزنیم. لایی رو که زدیم نقابمون رو آماده کردیم. از کلا دوخت این کجه 5 مانده جیب من باید 5 باشه. خب اینو طوری میذارم که 1 سانت روی این خط باشه، 1 سانت روی این خط. کیسه در واقع جنس آستریمون رو میذاریم روی این، هلال باید به سمت پایین کار باشه. 1 سانت روی این خط دوخت میندازم. بنشه کیسه میخواد به سمت پهلو برگرده، نقابم در واقع میخواد به سمت پهلو برگرده. تیکه بالایی رو میذاریم بالایی. اول اینو بریم بدوزیم، از اینجا تا اینجا میخواد. سعی میکنیم از این خط دوختمون 1 سانت بالاتر باشه که جیبمون بیاد بالا. آستر سر میخوره. دهانه جیب من 15 بود، همینجا اینو اندازه میزنم که 15 سانت بیشتر نشه. ببین دقیقا تا خط این زیاده، تا این باید بریزم. من خط زیری رو در نظر میگیرم. اینجا کار رو تموم میکنیم. در میاریم تیکه بغلی رو میذاریم، طوری میذاریم که هلالش به سمت پایین باشه، مثل همین. خب فاصله این دوخت تا این دوخت باید به اندازه مانده نقابم منهای 2 میل باشه. یعنی این هر چقدر که هست 4 تا شد، این باید 3 و 8 باشه. دقیقاً اینو طوری میذارم. اول روی این یه خط بندازم، اون مرز دوختم رو مشخص کنم. بمیشه. حالا بین این دوتا باید 3 و 8 باشه. الان درست شد. خط رو انتقال میدم روی این، از روی این پارچه شروع میکنیم به دوختن. مدام توی مراحل کار اینو چک کنید. دقیقا سعی میکنم رو به روی همین دوخت تموم کنم. در واقع این قسمت دوباره فاصله اینا رو همینجا اندازه میزنیم، چک میکنم که درست باشه. ببینید دقیقاً 2 میل کمه. اینو چک میکنم، بعد اینم چک میکنم که این دوختام تو یک راستا باشه. درسته؟ اینم درسته. خط وسطش رو میکشم. 2 سانت مونده. الان وسط 2 سانت مونده به انتها. به این شکل مثلثی اینو قیچی میزنم. زمانی که قیچی میزنم سعی میکنم هیچ کدوم از این آسترا رو نگیرم. گفتیم اون نقاب و آستر و کیسه رو همه رو میذاریم کنار، فقط خود لباس رو قیچی میزنم. دقیقاً تا دم دوخت این قسمت.
این سمت هم همینطور. بعد از اینکه قیچی میزنیم باید دیگه زیاد بازی نکنی با جیب، خیلی سریع برش گردیم. آستر رو میکشم، نقابم میارم بیرون، بهش اینو تو میکنم، اینجا درز باز میکنم، مثلث رو میدم به سمت بیرون کاملا از هر دو طرف. اینو میخوابونم توی این قسمت. ببین 2 میلی که کم داریم، با کشیدن این جا رو براش باز میکنم، کاملا میخوابه توی این قسمت. اینو برمیگردونم روی این. دیدی؟ کاملا فیکسه، فقط این مثلث رو یه ذره باید بکشم تو. این سمت هم همینطور. حالا میریم این قسمت، نگاه کن، این مثلث رو شروع میکنیم به دوختن، دور تا دور این کیسه رو میدوزم، میام این قسمت مثلث تموم میکنم. هر چی رو که این دوتا رو هم خوابیدن میدوزیم، اصلا نمیگیرم بکشم. متوجه شدی؟